چگونه شد که شما رو تقدیر به این گوشه عالم برد؟ 16 سال می شود که در شبکه‌های رشد آخوند کار کرده ایستادم، در وظیفه‌های مختلف، در آژانس‌های مختلف و اینچنین در دولت‌های گوناگون در طول 16 سال کار کردم و این یک تصمیم روبرت بود، پیشنهاد روبرت شبکه‌های رشد آخوند بود که من امروز در ماداگاسکار کار کرده ایستادم. همکارانتون شما رو در این کشور دور چگونه پذیرفتند؟ همکارا بسیار خوب پذیرفتند، بسیار راستی گپ حرمت میکنند و با فکرم تا امروز من یگان مشکلات حالا با همکاران محلی نداشتم و یک کمانده خوب داریم و همه وقت دستگیری میکنند. فرزندانتون، اهل عائله‌تون رو نیز شما همراه برده در آنجا همراه شما زندگی میکنند؟ فعلا عائله‌ام قطعی من هستند، اینو با مهلت یک دو هفته آمدند همچون یک سیاحت برای یک شناسایی خوبتر پیدا کردن از ماداگاسکار، لیکن حالا ما تصمیم پوره را گرفتگی نیستیم که عائله به ماداگاسکار کوچد و ما در اینجا یک سال باشد، 2 سال باشد یا سالهای زیادتر باشد اینجا بستیم. حالا همین تصمیم گرفتگی نیستیم. شرایط کار در ماداگاسکار از تاجیکستان تا چه حد فرق میکند؟ یعنی وضع بانک هایش چه خیلی است؟ اندازه فایز قرض هایی که شما با شهروندان این کشور میتید چگونه است؟ از تاجیکستان فرق زیاد داره؟ عموما فرق زیاد و فرق کلان حس کرده نمی شود. بانکداری چه در تاجیکستان چه در افریقا باشد و همون بانکداری است، یعنی رساندن خدمات های مولوی و فایزها هم اگر در سکتور بانکی اگر بینیم اونا عموما با فایزهای تاجیکستان بسیار نزدیک هستند، یعنی فایزهای قرض زیاد هستند، از 20 تا 35 فایز برای قرضهای خرد و برای دپازیتو برای پسندازو باشد از 4 فایز سر کرده تا مثال 18 فایز با شهروندان پیشنهاد کرده می شود و یکی از چیزهایی که فرقیت بین کار بانک‌ها یعنی سکتور بانکی تاجیکستان با ماداگاسکار در همین است که وضعیت بانک‌های تاجیکستان در همین روزا و فکرم بسیار وزین است. یک بحران اقتصادی تاثیر بسیار منفی به همه بانک‌ها قریب در تاجیکستان رسانده ایستاده است و خوشبختانه در ماداگاسکار بحران اقتصادی نیست و بانک‌ها در یک وضعیت خوبتر قرار دارند. و یگان امکانیت های همکاری بین این کشور دور و تاجیکستان وجود دارد، مثلا نمیدونم در عرصه بانکی یا که در دیگر ساحه ها؟ این سوال بسیار عجایب است. البته اگر با اقتصادیات نظر کنیم، با امکانات های توریسم اگر نظر کنیم، با امکانات های یعنی تجربه آموزی در سکتور بانکداری باشد چه در دیگر سکتورها و فکرم امکانات ها نهایت زیاد هستند، لیکن متاسفانه مقام جغرافی ماداگاسکار و مساحت بین دولت ماداگاسکار و کشور ما نهایت زیاد است و این به فکرم یکی از مشکلات های کلانترین برای پیشنهاد نمودن یا سر نمودن یک تجارت یا سر نمودن نمودم کاری به فکرم یگانه پروبلم کلانترین به فکرم مساحت بین همین دو کشور به فکرم است. وقتی خالیتون رو چه خیلی سپری میکنید در ماداگاسکار، آیا یگان شغل داره که بیرون از کار مشغول میشوید؟ راست گپ کار نهایت زیاد است و وقت خالی کم عموما پیدا می شود. روزهای شنبه یک شنبه هم اساسا ممکن سفرهای خدمتی قطعی یا ممکن یگان کار دیگر قطعی، لیکن بعضی وقتا می شود که با یگان جای می برایم، با یگان جای زیبا با همکاران عموما در یک ماه یک مرتبه وقتی خالی پیدا می شود ما هم کوشش میکنیم که در همین خیل بازی اسپورتی یا یگان سیاحت‌های خرد در حدود شهر انتانانیف باشد یا بیرون از وی اشتراک نماییم. آیا در ماداگاسکار هم با جز از شما یگان تاجیکان دیگر هم زندگی میکنند، به سر میبرند؟ خبر دارید یا که یگانه هستی؟ اینترنت گفتم که یگان ممکن همشهر ما در همینجا باشد، یگان تاجیک مثلا پیدا همینجا فعالیت داشته باشد که مثلا بعضی وقتا ممکن با هم صحبت کنیم و خوری کنیم،
لیکن متاسفانه تو همین روز من روز گپ نیفتم و اکثریت وقتایی که در سفرهای خدمتی در ایرپورت ها هم وقتی که پاسپورت تاجیکی ما رو میبینن ایران میمونن میگن که ما یکمی مرتبه این پاسپورت تاجیکی رو دیده ایستادیم و ممکن است که بعد از این برنامه شما ممکن کدام همشار ما کدام همشار ما اگر در ماداگاسکار کار کند ممکن با ما در تماس شوند. تشکر زیاد برای صحبت دولت. تشکر زیاد عبدالله جان، رحمت کلام.